یکی از چالش‌های مهم والدین حفاظت از فرزندان در برابر کودک‌آزاری و سوء استفاده برخی افراد از کاربران کم سن و سال اینترنت است. در اینجا 10 توصیه مهم برای حفاظت از کودکان را مرور می‌کنیم. اپلیکیشن‌های ردیابی نصب کنید. استفاده از اپلیکیشن‌های ردیابی گوشی‌های هوشمند می‌تواند به مراقبت بهتر والدین از کودکان در برابر خطرات احتمالی کمک کند. نام کودکان را افشا نکنید. برای جلوگیری از خطرات احتمالی از جمله آدمربایی، از فاش کردن نام کودکان به هر نحوی در فضای عمومی خودداری کنید. برخورد صحیح با خودروهای مشکوک را به کودکان یاد بدهید. برخی افراد برای ربودن کودکان سعی می‌کنند آنها را به سوار شدن در خودرو ترغیب کنند. به فرزندان بیاموزید که دویدن در جهت مخالف حرکت این خودروها کمک می‌کند تا فرصتی برای کمک خواستن پیدا کنند. یک رمز خانوادگی داشته باشید. یک کلمه، جمله یا مثلا یک خاطره کوتاه مشترک را به عنوان رمز خانوادگی تعیین کنید. افراد سودجو ممکن است به کودک بگویند قرار است او را پیش والدینش ببرند. به کودک بیاموزید که در چنین شرایطی رمز خانوادگی را از آن فرد سوال کند. یک وسیله اطلاع رسانی برای شرایط اضطراری تهیه کنید. با پیشرفت تکنولوژی دستگاه‌های مختلفی مثل برخی ساعت‌های مچی هوشمند طراحی شده که می‌توانند شرایط اضطراری کودکان را به اطلاع والدین یا حتی پلیس برسانند. به کودک بگویید در موقعیت‌های اضطراری فریاد بزند. گاهی افراد ناشناس تلاش می‌کنند دست کودک را بگیرند و او را با خود ببرند. به فرزندان بگویید در چنین شرایطی حتما فریاد بزنند و با صدای بلند به اطرافیان بگویند که آن فرد را نمی‌شناسند. به کودک بیاموزید که از غریبه‌ها فاصله بگیرد. به کودک آموزش دهید اگر غریبه‌ای سعی کرد به او نزدیک شود یا با شروع گفتگو اعتماد او را جلب کند، بهترین کار فاصله گرفتن از فرد غریبه و رفتن به نقطه‌ای امن است. بگویید کودک با غریبه‌ها سوار آسانسور نشود. در صورت حضور افراد ناشناس در آسانسور بهتر است کودکان وارد آسانسور نشوند و اگر فرد غریبه اصرار کرد بهانه‌هایی مثل منتظر ماندن برای رسیدن والدین را بیان کنند. اجازه ندهید کودکان با دوستان مجازی خود ملاقات کنند. اگر کودکتان از شبکه‌های اجتماعی استفاده می‌کند و یکی از دوستان مجازیش خواست با او ملاقات کند، بهتر است این کار را نکند یا دست کم با همراهی والدین انجام شود. کودکان نبود والدین را به دیگران اطلاع ندهند. کودکان باید بدانند که در صورت حضور نداشتن والدین در منزل این موضوع را نباید به دیگران بگویند، چون ممکن است غریبه‌ها از این موقعیت سوء استفاده کنند و بخواهند وارد خانه شوند. با آگاهی و آموزش کودکان امنیت و آینده‌ای بهتر برایشان بسازید.